Hello dear friends, good time. I hope always be happy and healthy. This is me Khairullah Ahmad, your English instructor. Welcome to the Learning English from A to Z. In this channel you are going to be learning grammar, topic, conversation skills, vocabulary and the best method of the memorizing words. Let's get started. خوش آمدید به درس 44 آموزش زبان انگلیسی. Question words کلمات سوالی. یک تعداد کلمات یا لغات هستند که به نام کلمات سوالی گفته می شود و در اول جمله می آید و جمله را سوالی می سازد و جواب از دراز یا طولانی است که معلوماتی است یا سوالات معلوماتی نیز گفته می شود. تعداد اینها اینجا براتون چند تاش میگم. what چی، who کی، where کجا، why چرا، how چطور، when چوقت، how many چی تعداد. write the question word that complete the questions to جد. کلمات سوالی را بنویسید که سوالات جد را تکمیل میکنند. اینجا چند سوال است. 10 سوال است به ارتباط یک شخص به نام جد. شما این کلمات سوالی را اینجا می نویسین و تکمیل میکنین. قسمی که یک شما تکمیل کردیم. نمبر 1 where do you live شما کجا زندگی میکنید. دیگر را شما تکمیل بکنید. ask and answer the questions with a partner. سوالات رو بپرسید و پاسخ بدهید با یک همقطارتان. where do you live شما کجا زندگی میکنید. I live in Texas in San Antonio من در تگزاس در سان آنتونیو زندگی میکنم. listen and compare گوش کنید و مقایسه نمایید. بعد از تکمیل کردین شما باید گوش میکنید و سوال جواب میکنید. بعد از گوش میکنید و مقایسه میکنید و جواب شما صحیح است یا غلط است. حالا این شخص است، این را به نام جد است، جد مورتون. این را که در وبسایت خود در سایت خود معلومات داده، یک تعداد اشخاص پرسان کرده سوالات را جواب داده. این را میخوانیم و ترجمه میکنیم. You asked and Jed Morton answered شما پرسیدید و جد مورتون پاسخ میدهند. Q question A answer است. question answer سوال و جواب است. Alex from Florida Alex از فلوریدا سوال کرده. You play soccer all over the world so where do you live شما در سراسر جهان فوتبال بازی میکنید. بینن کجا زندگی میکنید. جد Hi Alex سلام الکس. I live in San Antonio Texas من در سان آنتونیو تگزاس زندگی میکنم. My parents and my brothers live here والدینم و برادرانم اینجا زندگی میکنند. سان آنتونیو is my favorite city سان آنتونیو شهر دلخواه من است. I love it here من اینجا را دوست دارم. Q question answer جواب. Lemming from Taipei Lemming از تایپی. Who are you married to شما با کی متحل هستید. What does your husband do شوهرتان چه شغل دارد، چه کاره است. جد I am married to a Brazilian Santiago Pereira من با یک برازیلی متحل هستم به نام سانتیاگو پریرا. He is a doctor او یک دکتر است. I love him very much and he loves me so we are very happy ما او را بسیار زیاد دوست دارم و او مرا دوست دارد. بینن ما بسیار زیاد خوشحال هستیم. Laura from Sydney لورا از سیدنی. You are my favorite soccer player شما فوتبال بازیکن دلخواه من هستید. I watch all your games من تمام گیم های شما بازی های شما رو تماشا میکنم. Who is your favorite athlete ورزشکار دلخواه شما کی است. And when are you in Sydney again و شما دوباره چه وقت به سیدنی هستید. جد Thank you لورا تشکر لورا. Mia Hamm is my favorite athlete Mia Hamm ورزشکار دلخواه من است. She is a great soccer player او یک فوتبال بازیکن عالی است. I am in Sydney next October من در اکتبر بعدی در سیدنی هستم. Paulo from Rio
Paulo from Rio. Paulo از ریو. I love you. I love your website. I love your website. من وبسایت شما را دوست دارم. Who are the kids in the photos? در تصاویر اطفال ها کی ها هستند؟ How old are they? How old are they? آنها چند ساله هستند؟ جد. The girls are our daughters. Marks 4 and Nicole 2. دختران ما هستند. مارک 4 ساله و نیکل 2 ساله. The baby is our son. پسر طفل بچه من است. پسر من است جک نام داره. He is 10 months old. او 10 ماه است. I adore them. من با آنها عشق می‌ورزم. Mandy from Toronto. Mandy از تورنتو. You are American and your husband is Brazilian. So why do your kids have French names? شما آمریکایی هستید و شوهرتان برازیلی است. بینن چرا اطفالتان نام‌های فرانسوی دارند؟ جد. Because their grandparents are French. به خاطری که والدین بزرگ آنها فرانسوی هستند. My son has my father's name and my daughter has my mother's name. پسرم نام پدرم را دارد و دخترم نام مادرم را دارد. My parents visit us every weekend. والدینم هر آخر هفته ما را دیدار میکنند. Ekimi از توکیو. Question سوال answer جواب. You play in a lot of games. شما در بسیار گیم ها بازی میکنید. How many games do you play in every year? چه تعداد بازی های گیم ها هر سال شما بازی میکنید؟ Why do you work so hard? چرا سخت کار میکنید؟ What do you do in your free time? در وقت بیکارتان چی کار میکنید؟ جد. Akimi, I work hard because I love soccer. من سخت کار میکنم به خاطر که فوتبال را دوست دارم. I play about 30 games a year. من تقریبا 30 گیم یا بازی در یک سال بازی میکنم. But I love my family too. اما همچنان فامیلی رم دوست دارم. Thursday is our favorite day. روز پنجشنبه روزی دلخواه من است. Well, we all go to the best pizza restaurant in San Antonio. ما همه به بهترین رستوران پیتزا در سان آنتونیو می رویم. پیتزا is my favorite food. پیتزا غذای دلخواه من است. Good luck. موفق باشید.